شنید این حجاب از دیدگاه شما چیه؟ غربی و اسلامیش نکنیم. من میگم هر کسی باید به عقاید خودش باشه و چه خوبه که حالا با حجاب، بی حجاب یا هر چیزی کنار هم بتونن باشن. من نمیگم شما چادرتون رو بردارین یا حجاب نداشته باشین. شاید اگه یه روزی آزادی بشه منم ان شاءالله اصلا بر ندارم، ولی باید به عقاید هم دیگه مثلا باید احترام بذاریم. اصلا نمیشه به زور سر یکی چادر کرد. نمیگم شما هم بریم به زور این کار رو انجام بدین، ولی سال شده مثلا ما از این چیزا داشته باشیم که بخوان بگن که حجابتون رو بردارین. این که الان حجاب کامل، مثلا به حجاب اعتقادی ندارم که این بخواد حجاب کامل باشه یا اینکه چه می‌دونم نیمه حجاب باشه یا هر چیزی. چرا این منشأیت و این سرچشمه حجاب این که قبول ندارین یعنی چی؟ از کجا آمده؟ مثلا آزاد آفریده شده، آزاد هم حق انتخاب. بله کاملا چادر با آزادی منافات داره؟ نه اصلا این رو من میگم با حجاب، بی حجاب، با چادر، با مانتو، بدون مانتو، با روسری، بی روسری، همه میتونیم کنار هم باشیم. اصلا نمیگم که من همه بی حجاب شیم یا همه با حجاب شیم. خب اگه الان ما به شما چادر هدیه بدیم شما این چادر رو برداشت میکنید؟ اگه شما قبول کنید پیراهن تو در بی حجاب نشه باشی من اون چادر رو قبول میکنم، ولی این کارو نمیکنی. منم اون چادر رو قبول نمیکنم. بله بسیار ایشون درستشون اعتقاد خودشون رو دارن میگن، هر شخصی یه نظری داره. شما تصور بکنین که مثلا یه شکلات که پوشیده باشه، یه شکلات باز باشه، یه شکلات نصفه باشه، همه میتونن کنار هم باشن، ولی بلا نسبت این جمع آیا این مگس هایی که تو این هوا هستن شما آیا خودتون توهین میکنین و میگین مگس؟ نه اجازه بدین، این نظر شما. ببین من میگم که آیا اون مگس ها، ببین شما فرض کنین منم یک مگس، آیا شما اون شکلات سربسته باشین مگسه به اون شکلات سربسته ضربه میزنه یا به اون شکلات باز؟ این سوال من جواب بدین مثلا مرحله بعدی. این سوالتون اصلا از ریشه مشکل داره. مشکل شما بگین، مشکلش شما بگین. سوالش رو شما چطوری مطرح میکنید؟ آیا حبیب‌پور سوال رو به این فکر مطرح اعتقاد آدم‌ها شکلات نیست. اعتقاد آدم‌ها نمیشه با شکلات یکی کرد. آدم‌ها مگس هم نیستن. ببین ما قیاس کردیم، مثال قیاس شما مشکل داره. این از ریشه مشکل. یعنی چی؟ من مثلا شکلات در بستن، ایشون که چادر دارن، من که الان مثلا شکلات نیمه. نه من قصد جسارت نداشتم. من میخوام الان شما